عملیات پلیس سنت پتربورگ در انبار سبزوات صوفیایی این شهر. Здравствуйте, мужчины. Документы готовим свои, пожалуйста. Уважаемые граждане, все готовим документы. Будьте добры, документы. هفته روان این گونه تفتیش در صدها مؤسسه و خوابگاه برگزار شده. مقامات روسیه اصرار می‌ورزند که عملیات میگرند با موفقیت تطبیق می‌گردد. گفته می شود که 6000 نفر برای پایمال نمودن قوانین مهاجرت بازداشت شده، 500 نفر منتظر اخراج از روسیه بوده است. انتقال مهاجران دارای شهروندی روسیه به کمیسریات‌های حربی را پلیس سنت پتربورگ از وظیفه‌های نو خود عنوان داده، خاطر نشان کرده است که این عهدهداری در کنستیتوسیای این کشور ثبت شده است. Сотрудники МИГО МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводятся оперативно-профилактические мероприятия по линии миграции. تلویزیون نسته شوریم با یک شهروند تاجیکستان که اثنای رید میگرانت روز یکشنبه 13 اوگوست در مسکو دستگیر شده بود گفتگو کرد. این مهاجر تاجیک که نخواست نامش آشکار گردد یادآور شد که صرف نظر از بود و باش قانونی او را از خانه بازداشت و به اداره پلیس بردند. آنها تلفنم را گرفته مثل جنایتکار به دستانم زولانه زدند. ما را به شعبه سیوم سرریاست پلیس مسکو بردند. ما را در آنجا در یک قفس خورده که همگی 8-9 متر مربع بود 24 ساعت بدون غذا و بدون خواب نگه داشتند. کجا خواب؟ امکان 6 تن هم نبود. حقوق شناسان روس میگویند هر فردی که شهروندی روسیه را گرفته است باید خود را در کمیسریات حربی ثبت کند. استثنا شهروندان تاجیکستانند که طبق سازش میان تاجیکستان و روسیه در حال ادای خدمت حربی در وطنشان از خدمت حربی در روسیه آزادند. همچنان خارجیانی که شهروند روسیه شده اند مثل روسها حق دارند که زمان خدمت حربی را به تأخیر گذارند. به قول کارشناسان و مهاجران همین عامل به مقامات روسیه امکانی وسیع برای سوء استفاده از وضعیت را فراهم می‌آورد. ما تا ساعت 8 بیگاه منتظر بودیم. ما را به دادگاه برده گفتند که با قرار سود هر یکی ما 5000 روبلی جریمه می‌شویم. ولی دادگاه دایر نشد. پلیس به ما گفت هر کسی 10000 روبل دهد آزاد می‌کنیم. اگر ندهید شما را دوباره به بازداشتگاه پلیس انتقال می‌دهیم. 90% بازداشت شده ها پول را داده جان خود را خلاص کردند. با آغاز تجاوز روسیه به خاک اوکراین، حامیان حقوق بارها شکایت کردند که مقامات روسیه اجباراً مهاجران را به جنگ اوکراین می‌فرستند. مهاجران یکی از گروه‌هایی میباشند که هدفمندانه برای خدمت در ارتش جلب میشوند. این عمل با استفاده از تشویق یعنی شهروندی و معاش خوب و تهدید یعنی اخراج به وطن، منع ورود به روسیه و یا نگهداری طولانی در بازداشتگاه‌های موقتی صورت میگیرد. گفتنی هم که چند فشار بالای مهاجران زیاد شود، همانقدر سفربری به ارتش از حساب آنها افزایش می‌یابد. هفته گذشته در گوشه‌های مختلف روسیه عملیات تفتیش و بازداشت مهاجران برگزار شد که ظاهراً هدف آن در نهایت امر سفربری مهاجران به جنگ اوکراین میباشد.